هموطنان گرامی اینک ما 1 کیلومتر به فرودگاه اتاتورک نزدیک آمدیم و اینجا چنانه که میبینیم در آنجا یک تانک قرار دارد که آنها از تانک های بدخواهان و نظامیان میباشند که بر ضد مردم شورش کردند. امروز ما میبینیم که شکست بدخواهان به پیروزی اردوغان تبدیل یافت و این پیام به تمام این بدخواهان و تمام نفرانی که با سلاح بر ضد مردم میایستند، این پیام به آنهاست که هیچ گونه سلاح بر ضد مردم نمیتواند ایستادگی نماید. امروز ما میبینیم که میلیون ها نفر به خیابان ها ریختند و بر ضد کودتایی که بر ضد انتخاب نموده ملت شد، همگان آن کودتا را برهم زدند و امروز نفرانی که ما آنجا ببینیم بالای تانک ها قرار گرفتند و تا نزدیک آمدن به نزد فرودگاه ما علیه 6 تانک را سپری نمودیم و چندین ماشین های حربی را نیز و ما راه خود را به سوی فرودگاه اتاتورک دوام خواهیم برد. 1 کیلومتر به نزدیکی فرودگاه قرار داده است که طبق خبرهای اخیر خود رئیس جمهوری ترکیه اردوغان در این فرودگاه اتاتورک حضور دارد و مردم از او خوب استقبال نمودند. چنانه که ما مشاهده میکنیم امروز پیر و جوان، دیندار و انسان‌های دنیوی و لیبرال، تمام ملت از زن تا کودک بر ضد این کودتا برخاستند، چون که بدانند که رئیس جمهوری آنها واقعا در فکر ملت است و ملت را آباد و سربلند نگه می‌دارند و با یک سخن رئیس جمهوری ترکیه تمام ملت به خیابان‌ها ریختند و ما در این گردهمایی استانبول زیاده از 6 میلیون نفر اشتراک کردند که حالا شماره دقیق اشتراک کنندگان و انقلابچیان معین نیست. Hasan! İsmail! Şu anda görüyorsunuz askerler
ne söyleyebileceğiz tabii ki. Ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şu anda İstanbul'da